یک شاخ گل، برنامه شماره 280. نگاهی بس عتاب خنده لبریز داری، تو ای سرو از کدامین بوستانی که قدی آرزو انگیز داری. این بار از شاعری یاد می کنیم که بین عامه گمنام است و آثارش مستور، شاعری که متعلق به قرن 11 است. در آغاز شاعری فریبی تخلص می نموده و سپس متخلص به شاپور گردیده است. دیوانش که شامل قریب 10,000 بیت است هنوز به طبع نرسیده است. مست شراب صحبت جانانه ام هنوز، بیرون نرفته بوی گل از خانه ام هنوز. نگاهی بس عتاب آمیز داری، گره بر خنده لبریز داری، تو ای سرو از کدامین بوستانی که قدی آرزو انگیز داری. مست از شراب صحبت، مست از شراب صحبت جانانه ام هنوز، بیرون نرفته بوی گل از خانه ام هنوز. جان دادم و تعلق جانان ز دل نرفت، بیرون شدم ز عالم و
بیرون شدم ز عالم و در خانه ام هنوز یار ای وای. همین امشب به یاد رخ محبوبم در میخانه میکوبم، من دیوانه امشب. ببوسم به یاد لب نوش او، لب پیمان امشب، به گرد شرار من آتشین شوم پروانه امشب. خوشا حال آن زمان ها که من به دوشت نهاده سر، مست بوی تو بودم. چه شب ها که من ز شب تا سر به صد شوق آرزو رو به روی تو بودم. کنون گر مهربان ای گل وگر نامهربانی، برای من که می سوزم هنوز آرام جانی، به عشق تو خو کرده این جان من. خوشا مستی و جان فشانی، کنون گر مهربان ای گل وگر نامهربانی، برای من که می سوزم هنوز آرام جانی، به عشق تو خو کرده این جان من. خوشا مستی و جان فشانی، چنان ره گذر چرا بی خبر،
تو از آه و ناله سینه عاشقانی. چنان ره گذر چرا بی خبر، تو از آه و ناله سینه عاشقانی. مست شراب صحبت جانانه ام هنوز، بیرون نرفته بوی گل از خانه ام هنوز. بی می سر تیمار دل ریش ندارم، تا مست نگردم خبر. شاخ گلی که نثار شد شماره 280 بود که با شرکت خانم پوران و آقایان جلیل شهناز و ناصر افتتاح تنظیم گردیده. اشعار از شاپور تهرانی شاعر قرن 11، ترانه از آقای معینی کرمانشاهی، آهنگ در مایه سگاه از آقای فریدون حافظی، گوینده آذر پژوهش.